دادگاه کلو پشتی درهای بسته به بررسی پرونده احمدی ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان آغاز کرده است. او را در اول برای دادن پاره به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کردند، ولی بعداً به پروندهش اتهام افراطگرایی و تمجیدی نیز علاوه شده به آن مهر مخفی زدند. همکسبانش پرونده نسبت به او را بی‌اساس و قصدی مقامات محلی برای مقاله‌های تنقیدیش می‌دانند. همکارم مومین احمدی تفصیلات نوی این پرونده را روی دست دارد و همین حالا درباره من در استودیو است. سلام مومین، خب با چه جزئیاتی از اتهام نو نسبت به احمدی ابراهیم پیدا کرده؟ سلام بینندگان عزیز، سلام شهلا. بله، ظاهراً مقامات تمامی تلاش را دارند که احمدی ابراهیم را سخت‌تر جزا دهند و پس از تقریباً 2 ماه مطالعه نشریه پایک مفتشان گویا چند مقاله پیدا کردند که احمدی ابراهیم به افراطگرایی راه داده است و در نوشته‌هایش تروریسم را سفید کرده است. 2 منبع آگاه از تفتیشات روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احمدی ابراهیم هیچ عیبی اعلان شده را نسبتش قبول نکرده است، ولی اتهام افراطگرایی را خنده آور خوانده است. همصحبتان ما گفتند که احمدی ابراهیم هنگام بازپرسی گفته است که من تمام عمر ضد افراطگرایی مبارزه کردم. از جوانان دعوت می‌کردم که به گروه‌های افراطی و تروریستی نپیوندند. مقاله هایم به حد تاثیر داشتند که 2 تروریست شناخته گلمراد حلیموف و ابوخالد کلابی مستقیما مرا تهدید کردند که روزی تو را جزا میدیم. او با خطاب به مفتشان گفته است که مگر شما قصد گلمراد حلیموف و ابوخالد کلابی را میگیرید؟ اگر من ضد افراطگرایی و تروریسم نمیشدم مگر آنها مرا تهدید میکردند؟ همصحبتان ما گفتند که احمد ابراهیم این گپ‌ها را در بازپرسی‌های آخر ماه سپتامبر گفته بوده است. مقامات با دلیل مهر مخفی پرونده او را شرح نمی‌دهند. واقعا سال 2015 نصرت نظرов که در میان جنگجویان داعش در سوریه با نام ابوخالد کلابی شناخته میشد، در نوار احمد ابراهیم را برای همیشه در گازیتا و اینترنت سیاه کردن مجاهدان به مرگ تهدید کرده بود. همان سال گلمراد حلیموف پلکونیک فراری وزارت کارهای داخلی که در سوریه به داعش پیوسته بود، در نواری ویدیویی از احمد ابراهیم دعوت کرد که از تنقید دولتی به نام اسلامی دست کشد وگرنه پشیمان می شود. مومین، چرا به پرونده احمد ابراهیم مهر مخفی زدند و نزدیکانش چی میگویند؟ شهلا، نزدیکان احمد ابراهیم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری میکنند و هیچ شرحی درباره بازداشت او نمیدهند. یک تن از دوستان احمد ابراهیم که نخواست نامش ذکر شود گفت پرونده او را به حد مخفی کردند که نزدیکانش نیز چیزی را نمیدانند و آنها را هم برای ملاقات راه نمیدهند. در 2 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت کردند و اکثرشون با افراطگرایی متهم میشوند. نورالدین قرشیبایف رهبر انجمن مستقل رسانه‌های تاجیکستان میگوید هدف از اعلان چنین اتهام مهر مخفی زدن به پرونده روزنامه‌نگار است تا جزئیات را پنهان کنند. چون مقامات دلیل قوی ندارند، پرونده را به همین خاطر از چشم مردم پنهان میکنند. احمدی ابراهیم 62 سال دارد و سالها در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت در آن کار میکرد. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند به کار نشریه‌اش برمیگشت. وزارت فرهنگ اجازتنامه فعالیت نشریه او را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پاره پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانش آن را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش مینامند. سپاس برای صحبت. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که همکارم مومین احمدی اویدی جزئیات نو در پرونده سردبیر نشریه پایک صحبت کرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه های انسانی و